این مربا دقیقاً طعم بچگی‌های من رو میده. اگه میخواید درستش کنین با من همراه باشید. سلام دوستای گلم، همراهان کانال طعم خونه. امروز اومدیم با یه مربای فوق‌العاده خوشرنگ و خونگی، یه مربای به که وقتی میپزه کل خونه بوی عشق و کودکی میگیره. این مربا نه رنگ مصنوعی داره نه افزودنی، فقط سه تا چیز ساده، ولی نتیجهش میشه یه شیشه طلایی و خوشرنگ. مواد لازم برای درست کردن این مربا: 1 کیلو به، 1 کیلو شکر، آب به مقداری که روی به‌ها رو بپوشونه و 5 عدد هل خوش عطر. اول از همه به‌ها رو خیلی خوب میشوریم، پوستشون رو تمیز میکنیم، بعد به هر شکلی که دوست داریم و به هر اندازه‌ای که دلتون میخواد خردش میکنیم. حتما هسته ها رو جدا میکنیم. حالا به‌های خرد شده رو میریزیم داخل قابلمه، شکر رو بهش اضافه میکنیم و بعد اونقدر آب میریزیم که کاملا روی به‌ها رو بپوشونه. نکته مهمش اینه که در قابلمه رو حتما بذارید. این کار باعث میشه مرباتون خوشرنگ‌تر و یاقوتی‌تر بشه. حالا با شعله کاملا ملایم حدود 4 ساعت صبر میکنیم آروم آروم بپزه، غلیظ بشه و اون رنگ قرمز کهربایی جادویی رو بگیره. یک ساعت آخر هل‌ها رو اضافه میکنیم تا عطرش کل خونه رو پر کنه. و تمام، مربای ما آماده است. فقط بذارید کاملا خنک بشه، بعد حتما هل‌ها رو خارج کنید و توی ظرف شیشه تمیز بریزید. یه مربای خونگی سالم بدون مواد نگهدارنده و پر از حس خوب مامانپز. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنین و سابسکرایب یادتون نره.